توی گروه اول جز به جز گفتیم که باید یه چند جمله‌ای در سینوس، کوسینوس یا ای ضرب شده باشه. پس یکی از پایه هر انتگرال حتما چند جمله‌ای بود. حالا تو نوع دوم، گروه دوم از روش جز به جز، اگر ای در کنار سینوس یا ای در کنار کوسینوس ظاهر شده باشه، یعنی انتگرالمون به یکی از این دوتا فرمت باشه، میایم همون روش جز به جز جدولی رو می‌نویسیم. یه ستون مشتق انتگرال ای رو تو ستون مشتق بنویسید، سینوس یا کوسینوس رو تو ستون انتگرال. توجه کنیم مشتق ای به توان آx هیچ وقت صفر نمیشه. پس ما نمیتونیم مثل گروه اول ادامه بدیم تا به صفر برسیم. اینجا فقط اینو پیش میریم تا دو مرحله، فقط و فقط دو مرحله مشتق، دو مرحله انتگرال. اینا رو مثل قبل مورب ضرب میکنیم، باز مثل قبل مثبت منفی ها رو میذاریم. حالا اینجا جوابی که از جدول به دست آوردیم و ضربش میکنیم در B2 تقسیم بر A2 به اضافه B2 که B چیه؟ ضریب X در سینوس یا کوسینوس، یعنی این عددی که اینجا قرار داره. و A چیه؟ ضریب X در توان E، یعنی عددی که اینجا واقع شده. مثلا ما میخوایم این انتگرال رو حل کنیم. انتگرال ای به توان 2x سینوس 3x دی x. خب یه جدول رسم میکنیم. چون ای در کنار سینوس ظاهر شده باید از روش دوم جز به جز استفاده کنیم. مشتق انتگرال ای رو در ستون مشتق، سینوس رو در ستون انتگرال می نویسم. مشتق ای به توان 2x، برای اینکه یادآوری کنم ای به توان یو مشتقش میشد یو پریم ای به توان یو. پس از توان 2xش اول از یو یعنی مشتق میگیریم. 2x مشتقش میشه 2، ای به توان 2x خودش رو می نویسیم. ببینید اول مشتق میگیریم، مشتق توان، بعد خود عبارت رو می نویسیم. دوباره که میخوایم مشتق بگیریم، 2 که ضریب نگهش میداریم، مشتق 2x میشه 2، 2 ضرب در 2 4، خود ای به توان 2x رو می نویسیم. انتگرال سینوس 3x، انتگرال سینوس ax رو گفتم میشه منهای 1 عام کوسینوس ax. پس انتگرال سینوس 3x میشه منهای 1 سوم کوسینوس 3x. توجه کنید همیشه توابع مثلثاتی اگه اینجا xشون ضریب داشت، اون ضریبه رو باید ببریم توی مخرج. حالا هر تابعی که بود حتما این کار رو انجام میدیم. خب این منفی میاد پایین، 1 سوم هم میاد پایین. انتگرال کوسینوس 3x کوسینوس ax میشد 1 عام سینوس ax. 1 سوم اینجا داریم، 1 سوم هم دوباره میاد میشه 1 نهم سینوس 3x. انتگرال کوسینوس مثبت بود، انتگرال کوسینوس مثبت سینوسه. پس این منفی که اینجا گذاشتم این منفیه که از بالا آوردم پایین. خب اینا رو به طور مورب ضرب میکنیم. علامت هامونم مثبت، منفی، اینم که دیگه علامتی نمیخواد. خب حالا چی نیاز داریم؟ B2 تقسیم بر A2 به اضافه B2. خب A و B رو مشخص میکنم. این الان A، این هم B. اینجا B2 تقسیم بر A2 به اضافه B2 رو حساب میکنم. B به توان 2 یعنی 3 به توان 2 که میشه 9. A به توان 2 یعنی 2 به توان 2 که میشه 4. باز هم B2 که 9، پس میشه 9 13. پس جواب انتگرال هم میشه 9 13 در ضرب این عبارت ها رو می نویسم. مثبت در منفی میشه منفیه 1 سوم ای به توان 2x در کوسینوس 3x. اینجا منفی در منفی مثبت 2 در 1 نهم میشه 2 نهم ای به توان 2x سینوس 3x. خب به اضافه c. پس همیشه هر موقع ای در سینوس یا کوسینوس ضرب شده بود شما از گروه دوم روش جز به جز استفاده میکنید.